آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند به زودی در آتش می افکنیم. هر باری که پوست بدنشان بسوزد آن را به پوست دیگری تبدیل می کنیم تا عذاب را بچشند. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند ما به زودی ایشان را در بهشت‌هایی را می دهیم که در زیر درختان آن جویبارها جاری است. در آن جاودانه به سر می برند و در آنجا برای ایشان همسران پاکیزه می باشد. ایشان را در سایه پاینده جا می دهیم. خداوند به شما امر می کند که امانتها را به اهل آنها بسپارید و چون بین مردم حکمیت می کنید قضاوت عادلانه بنمایید. حقا که خداوند به شما پند و اندرزهای خوبی می دهد. بیشک خداوند شنوا و بیناست.